در این ویدیو در مورد موضوع کپی رایت صحبت میکنیم و به خصوص در مورد این که آیا تدریس PDF کتاب‌های متفاوت در یوتیوب کپی رایت میگیره یا خیر. همین قسمی که در صفحه کامپیوتر میبینید اینجا کانال OM Teacher هست. خب این کانال سابقه زیادی داره، تقریبا 3 سال قبل ساخته شده، ولی به تازگی یک اتفاق ناگوار برای این کانال افتاده. خب همین قسمی که میبینیم 17.9K سابسکرایب داره، تقریبا 18,000 سابسکرایب داره، ولی فعلا 5 تا ویدیو نشان داده میشه. بخش اباوت میزنیم که این موضوع با هم بررسی میکنیم. خب کانال یوتیوب امید حسنیان هست، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی. امید حسنیان کتاب‌های متفاوت PDF تدریس میکرد، کتاب‌های زبان انگلیسی بود، ولی به تازگی چند استرایک گرفته و حتی گفته که کانال آن در آستانه حذف شدن هست. همین کانال میبینیم که در سال 2021 جنوری 2021 ایجاد شده، تقریبا 3 سال هست و از استرالیا هم مدیریت میشه و نزدیک به 1,200,000 ویو هم گرفته. ولی فعلا به دلیل از اینکه امید حسنیان موضوعات متفاوت در مورد زبان انگلیسی کتاب‌های متفاوت تدریس میکرد، حالا چند استرایک گرفته و در کانال تلگرام خود در این مورد صحبت کرده. و این کانال تلگرام امید حسنیان هست، اینجا توضیح داده. سلام به همگی بچه ها، ببخشید اگر نتونستم این چند روز جواب کامنت های یوتیوب، دایرکت های اینستاگرام و غیره رو بدم. از لحاظ روحی خیلی به هم ریختم. خب طبعا وقتی کانال یوتیوبی که چند هزار سابسکرایب داره و چند صد تا ویدیو داره، به یک بارگی این مشکل برمیخوره، واقعا احساس بدی به آدم دست میده. گفته که متاسفانه یکی از انتشارات‌های خیلی معروف یک شرکت بسیار قدرتمند رو وکیل کرده و شکایت مبنی بر استفاده غیرقانونی PDF کتاب‌ها تو ویدیوها کردند و چندین کپی رایت استرایک رو روی ویدیوها زدند. نتیجه این اتفاق اینه که به احتمال بالای 90% طی 1-2 روز آینده کاملا کانال یوتیوب پاک میشه. و گفته که منم از ادامه فعالیت در پلتفرم یوتیوب منع خواهم شد و همه تلاش های 3 سال گذشته از بین خواهد رفت، فقط به علت استفاده از PDF کتاب ها در ویدیو. خب قسمی که دیدیم متاسفانه کانال OM Teacher در آستانه حذف شدن هست و امید حسنیان گفته که احتمال داره کانال طی 1-2 روز آینده حذف بشه. خب فعلا که حذف نشده، ولی امیدواریم که حذف نشه و دوباره امید حسنیان بتونه که تدریس شروع کنه، چون واقعا خوب تدریس میکنه. خب متاسفانه تدریس کلی کتاب‌های PDF میتونه واقعا مشکل ساز بشه و کسانی که در این حوزه کار میکنن باید متوجه باشن که به صورت کل یک کتاب با همون شیوهی که خود کتاب چاپ شده دیزاین شده نباید تدریس کنم، چون ظاهرا کپی رایت میگیره. و بهترین کار این هست که هر بخش از کتاب خودشون دیزاین کنن و او ارائه کنن و تدریس کنن. در غیر او شاید که کپی رایت استرایک بگیرم و گرفتن یک کپی رایت استرایک برای 1 هفته مثلا شاید شما نتونین فعالیت کنین و تا 90 روز شما کپی رایت شما در کانال وجود داره. کپی رایت استرایک اگر دودتر بگیریم و باز هم تا 90 روز باید صبر کنیم و فعالیت شما شاید تا 1-2 هفته هم متوقف بشه. در صورتی که 3 کپی رایت استرایک بگیریم، خب مطمئنا کانال شما حذف میشه. خب دوستان، برای از اینکه بهتر متوجه بشیم که چه مواردی در یوتیوب باید انجام بدیم، یعنی بایدها و نابایدهای یوتیوب چیست، در ادامه برای شما بخشی خواهم گذاشت که شما باید بدانیم که چه کارهایی در یوتیوب باید انجام بدیم و چه کارهایی در یوتیوب نباید انجام بدیم. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، حتما برای دوستان خود هم معرفی کنید.